حادثه ناخوش ننگین نیست که صبح 4 سپتامبر در حدود شهرهای وحدت و دوشنبه سر زده باعث هلاکت 9 نفر کارمندان مقامات کارهای داخلی و تشویش و نگرانی مردم کشورمان گردید. کار دست شخصان ناپاک و جنایت‌پیشه و آنهایی می باشد که به خاطر عملی نمودن نیت و نقشه های جنایتکارانه خود زندگی آرام و آسوده ساکنان را خلل‌دار کردن می‌خواست. با استفاده از فرصت من به اهل عائله کارمندان میلیسیا و دسته تعینات مخصوص مقامات کارهای داخلی که در نتیجه این کردار جنایتکارانه هلاک شدند همدردی عمیق اظهار می‌نمایم و قطعاً تاکید می‌سازم که شخصان گناهکار حتما در نزد قانون جواب می‌گویند. من همچنین به ساکنان شهر وحدت که در بابت دستگیر کردن جنایتکاران و مقامات کارهای داخلی و امنیت کمک رسانیدند برای چنین عمل خیرخواهانه و وطن دوستانه‌شان منتداری بیان می‌نمایم. من باوری کامل دارم که باقی مانده آنهایی که در پنهان میشوند در حدود شهر در منطقه‌های کوهی با کمک دستگیری مردم و جوانمردان با ننگ و ناموس شهر وحدت در روزهای نزدیک دستگیر کرده به این کار خاتمه بخشیده می شود و من یک جهان منتداری خود را بیان می کنم و اون افرادی که انجمن شمار هستند این نسبت به بیش از 300,000 مردمی با ننگ و ناموس و صاحب معرفت شهری وحدت هیچ است. دشمنان مقصدهای ناپاک دارند هیچگاه با مقصدشان نمیرسند. یعنی تکرار میکنم که رو افتاده نشوید. من گفتم در اول سخنرانی اگر من شما را عزت و احترام نمی کردم و از سیاست پیشرفته رهبر دولت در ظرف زیاده از 20 سال که شما دست جمعانه دستگیری صمیمی میکنید این را پیروان نمی گرفتم من امروز در بین شما نبودم.